میخوای موتور بخری نمیدونی چه موتوری بخری. واقعا تو این وضع یه اتفاقی داره پیش میفته که اگه انتخاب درست نداشته باشی توی خرید موتور حتما کلاه سرت میره و اون انتخابی که داری و اون وجه نقدی که شما پرداخت میکنی یه موتور خوبی گیرتون نمیاد. امروز اومدیم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که توی بازار الان سال 1404 توی دیما بهترین موتوری تر هوندا 125 150 200 چه مدلی هستن و کدوم برندشون بخرید که اگه بعداً خریدمون رو کردیم و قیمتا بالا پایین شد ضرر نکنیم و نگیم که پشیمون شدیم. نامحتمه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با هم دیگه بررسی کنیم برندهای تر هوندا 125 هوندا 150 هوندا 200 که بگم توی این سه تا مدل چه موتوری بخری که بعدا پشیمون نشی از خرید. اومدیم با هم دیگه 5 تا برند با هم دیگه بررسی کنیم توی مدل‌های 150 200 125 که بگی که به به عجب برنداییه که بعدا هم سوارشی واقعا عشق و حال کنی. خب بچا اولین برندی که یعنی من از پنجمین برند شروع می‌کنم یا پایین‌ترم. پنجمیش یکم ضعیف‌تر نسبت به اولی ولی آخرین برندی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی از بهترین برنداست و اگه تا آخر نگاه نکنی کلا سرت. پنجمین برندی که واقعا میشه گفتش قوقا کرده و من میشه گفتش ازش حساب میبرم و توی رده‌های تاپ 10 موتور هوندا قرارش میدم چه موتوریه؟ چی میگی؟ بچه درست هستید. پنجمین برند موتور هوندا 200 یا هوندا 125 یا هوندا 150 کویر موتور هستش که یکی از بهترین برندهای تر هوندا که توی چند سال اخیر که اومده قوقا به پا کرده ولی به خاطر از افت کیفیتش و افت موندگاریش که بد نیست ولی کیفیتش نسبت به قبل یکم افت کرده که توی رده پنجم قرار میگیره که ارزش بچه‌ها بریم ببینیم. هوندا 125 که واقعا یه برند خیلی خوبیه. تا مدل 95 کاربرات کویر که بهترین برنده بودش که همیشه رده اول قرار داشت ولی الان به خاطر افت کیفیتی که توی برنداش توی موتوراش قرار داده اومده توی رده پنجم که بازم موتور بدی نیست ولی نسبت به 4 تا دیگه که میخوام بهتون بگم این برند آخره. سراغ چهارمین برند موتور هوندا که از موتور کویر یک خورده بهتره ولی بازم به ستای اول نمیرسه ولی تا جایی نیازاتون رو بچه‌ها برطرف میکنه و میشه گفتش که بله روی موتورم حساب میشه. بچه‌ها درست هستید. هوندا 200 هوندا 125 و هوندا 150 موتور پرواز یا احسان. درسته بچه‌ها واقعا موتور خیلی خوبیه و از همه لحاظا عالیه. از سرعت خوبه، از نظر کیفیت متعادله، از نظر قیمت واقعا میشه گفتش که درسته بچه‌ها الان این موتور تقریبا 130 میلیون تومان توی بازار قیمتشه مدل 200 cc ولی خب چیکار میشه کرد؟ یعنی برندهای دیگه هم همین قیمت پولشه، یعنی صفرشو دارم میگم. ولی توی بازار ما نسبت به مدل‌های دیگه کیفیتش مطلوب‌تره، کیفیتش بهتره نسبت به کویر که موندگاریشو بیشتر میکنه و خودم یه طرح هوندای احسان 200 دارم ازش راضیم و توی این چند سال واقعا برام خوب کار کرده و نمره قابل قبولی از من میگیره. یادم میاد بچه‌ها این موتور کلا مدل انژکتوری هستی ولی میخوای کاربرات تبدیلش کنی تنش یک خورده به لرزه میفته ولی انژکتور این موتور اصلا منو اذیت نکرده و توی جاده اصلا برام کم نداشتی. یک خورده سینکشش مشکل داره ولی از حق نگذاریم واقعا موتور بدی نبوده و نمره قابل قبولی از من میگیره. خوبه. حالا بریم سراغ سومین و سه تا از برندهای خوبه توی بازار هوندا که این سه تا دیگه همشون خوبن ولی خب رده بندیه بچه‌ها. سوم این موتور خوبه، دوم موتور اول یه موتور که از همشون بهتر و برتره ولی خب موتور سوم موتور بدی نیست و توی این دو تای اولی که گفتم این برند سومی که میخوام بهتون بگم یکی از بهتریناشه و نمره خیلی خوبی از من میگیره بچه‌ها. پیشرو موتور، پیشرو 125 150 200 مثل قبل دارم بچه‌ها بهتون میگم موتور خیلی خوبیه و اگه گفتید چرا قیمتشو نمیگم متاسفانه خاطر بازار که ما داریم قیمت‌ها ثابت نمیمونه و نمیشه گفت الان این قیمت روز دیگه این قیمت میمونه. بعد همین من قیمت موتور رو نمیگم ولی شما تقریبا توی بازه 130 تومن تا 150 میلیون تومن شما حساب کنید ولی واقعا موتور خوبیه بچه‌ها
و منی که از این موتور تجربه دارم و بررسیش کردم که لینکش هم این بالا اگه نگاه نکردی حتما نگاه کن برای کسی که میخوان برن پیشرو 200 بخرن. واقعا موتور خوبیه، از نظر کیفیت عالی، از نظر متریال عالی، از نظر کیفیت سرعت عالی. ولی خب اون دوستای اول یک ذره از این موتور بهتره، ولی این موتور اصلا کمی نداره و نسبت به قیمتش متاسفانه قیمت بالایی داره، ولی خب نسبت به قیمتش نسبت به رقباش کیفیت مطلوبتری و بهتری داره که واقعا چون خودم بررسیش کردم یک سرعتی رفتم هنوز گاز نداده موتور 100 تا پر شد 2 ترکه و واقعا خوب شتاب میگیره و اصلا نمیشه گفتش که این موتور کم میاره و واقعا نمره قابل قبولی میگیره و دیگه چی بگم بچه‌ها دیگه از یه موتور واقعا بدی نداشته باشه نمیشه ازش بد. بچه‌ها بریم سراغ موتور دوم که واقعا کم نداره بچه‌ها. چی میگی؟ درست هست بچه‌ها، هم تاز 200 125 150 200 هیچ فرقی نمیکنه، واقعا کیفیت خیلی خوبی داره، از نظر سرعت خیلی خوبه بچه‌ها. این موتور توی جاده تقریبا میشه گفت 130 تا 140 کیلومتر این موتور سرعت میره که نسبت به رقباش خیلی بهتره. این موتور هم انژکتورش هست هم کاربراتورش که مدل‌های مختلف داره که آپشنال داره، غیر آپشنال داره و همینجوری مبتدی بهش میگن یعنی که بدون آپشنه و کیفیتش خیلی خوبه بچه‌ها. یک مدل آپشنالش که هست کیلومتر مانیتور داری هستش که هم فیلم میشه داخلش دید هم میشه آهنگ گذاشت و خیلی خفنه و نمیشه ازش ایراد گرفت، ولی خب رده اولی موتور اولی خیلی خفن تره. ولی خب میشه گفتش که توی بازار ما با این قیمت ها اگه تا 150 میلیون تومان بخوای هزینه کنی هم تا 200 تکه، یعنی غیر از این موتور دیگه نخری که ضرر میکنی. ولی خب توی بازار پایین‌تر نمیشه این موتور خرید. چرا؟ چون که به خاطر آپشن‌ها شاید به مشکل بیاد، کیلومتر تمام برقی یا هم مانیتور داری شاید به مرور زمان خراب بشه. ولی موتور صفرش 0 کیلومتر یا در حد 1500 کیلومتر، یعنی در حد 0 یا خود 0 کیلومتر این مشکلاتو ندارن و توی جاده تقریبا 140 کیلومتر این موتور سرعت میده که واقعا نمره خیلی خوبی میگیره. قبل از اینکه پنجمین یا آخرین موتور یا اولین موتور رو بچه‌ها بخوام بهتون بگم، اگه این ویدیو رو لایکش نکردی حتما لایک این ویدیو رو بزن، کامنت انگلیسی این بخواد نه کامنت انگلیسی حتما بذار و اگه سابسکرایب نکردی حتما عضو کانال ما شو و سابسکرایب کن و زنگوله‌ش هم رو آل بذار که از ویدیو جدید ما با خبر باشی. خب بچه‌ها بریم سراغ پنجمین یا اولین موتور یا بهترین موتور بازار. درست حد زدید، نیکتاز موتور، نیکتاز 125 150 200 یکی از بهترین برنداست که 250 هم بچه‌ها سفارشی طورش اومده که میشه گفت از نظر کیفیت قابل قبول، نمره قابل 10 از 10، از نظر متریال 10 از 10، از نظر سرعت 10 از 10 و یکی از رفیقام یک نیکتاز 250 داشت با منی که هوندا 200 دارم هنوز گاز نداده اون دیگه راه افتاد دیگه، اصلا بهش نرسیدم. 250 ولی خب بود بچه‌ها، سفارشی بود، خیلی قابل قبوله واقعا. فکر کنید بچه‌ها انجین 250 به اون بزرگی به اون قدرتمندی روی تنه 200 نیکتاز یعنی اصلا لرزه نداشت، یعنی باورتون نمیشه بچه‌ها. واقعا نشستم روی موتور شرمنده دوربین حالا ندادم ویدیوهاش براتون بگیرم که از سمت مدرسه قبلا داشتم میومدم، ولی خب اصلا لرزی من حس نمی‌کردم با اینکه انجین 250 روش بود و یکی از قوی‌ترین انجیناست دیگه و تنه 200 میگن یکم ضعیفه، اصلا اینطوری بچه‌ها نبود. تنه 200 نیکتاز به هیچ عنوان ضعیف نیست و منی که واقعا سوارش شدم لذت بردم و توی جاده با هر موتوری هم که درک می‌داد باشه همه رو می‌گرفت، اصلا هیچ موتوری جلودار این موتور نبود و میشه گفتش که نمره 10 از 10 از همه این نظارو میشه بهش گفت. ولی خب از نظر قیمت متاسفانه قیمت بالایی هم داره و مثل موتور همتاز این موتور دیجیتالیه کیلومترش و میشه گفت مانیتور داریه که هم آهنگ هم فلان فیلم هر چیزی که دوست داشته باشید داخلش میتونید نگاه کنید بچه‌ها، یعنی این میشه گفتش که بهترینه. و دیگه بچه‌ها همین دیگه نتیجه رو بخوام بهتون بگم، اگه میخواید در حد 100 میلیون تومان شما هزینه کنید برید سراغ احسان و اگه میخواید در حد 120 میلیون تومان شما هزینه کنید در حد سمت پیشرو کار کرده برید و اگه 150 60 میلیون تومان میخواید هزینه کنید که من اصلا پیشنهاد نمیدم اینقدر به هزینه موتور بخواید بشه، ولی خب اگه دوست داری و عشقشو داری و پولشو داری توی این دور زمونه سراغ نیکتاز یا همتاز. ولی به نظر من نیکتاز هم برند خفن تریه هم کلا بهتره. خوبه. برند نیکتاز یکی از خفن تریناست
یعنی نمیشه ازش ایراد گرفت. هم رنگ باک خفن، رنگ سیبیش هم که اومده یقیقا خفن تره، رینگای طلایی که واقعا این نوع رینگ خیلی به سختی گیر میاد و قیمتش هم فضایی میگن بعضی، یعنی هر کی هم که داره قیمتش خیلی بالاست، ولی دیگه در این حد دیگه. بهترینش واقعا نیکتازه و دیگه 100 تومن همون احسان پرواز هم کارتون رو راه میندازه. دمتون گرم تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک ویدیو رو بزن، کامنت انگلیسی یادت نره حتما بذار، و اگه سابسکرایب نکردید عضو کانال ما شدید حتما سابسکرایب کن و عضو کانال ما شو. دمت گرم و تا ویدیوی که شما بخواد بشنوم و خداحافظ.